اومدم سر کوچتون دم خونتون خونه نبودی. بگو نصف شب کجا رفته بودی. اومدم سر کوچتون دم خونتون خونه نبودی. بگو نصف شب کجا رفته بودی. آقا علی صبوری اومد سر کوچتون در خونتون. خوبه امشب حالمون همه برن علی تو بمون. بده بمون بده بمون صبوری به ترکون علی جون به ترکون. آخلی به ترکون آخلی به ترکون. سلام. بالاخره با نصف شب اومدیم و قراره قسمت اول نصف شب رو با شما شروع کنیم. به افتخار خودتون. من از همین تریبون اعلام میکنم که ما برنامه‌ای داریم میسازیم که در جهان مثل و مانند و همتا نداره و کسی به گرد پای ما نخواهد رسید، چون ما بی محتواترین برنامه تاریخ جهانه. یه برنامه ساختیم نه سر داره نه ته داره، یه وسط داره که ما همون وسط رو میذاریم و حالا چی شد که اصلا ایده این برنامه بی‌نظیر به ذهن ما رسید و اسمشو گذاشتیم نصف شب. خب قطعا نصف شب به ذهن ما رسید چون نصف شب آقایون یه سری هورمون درونشون ترشح میشه که فکرای عجیب غریبی میکنن. مثلا نصف شب میگه پاشو بریم شمال، پاشو بریم خدمت، دفترچه پست کنیم، پاشو برنامه بسازیم. و خیلی وقتا هم حتی ما آقایون فکر میکنیم شبا که یک روزی میاد که ما با خرس کشتی میگیریم و خرس شکست میدیم. یعنی همه آقایون این به ذهنشون رسیده که حتی با خرس چجوری درگیر شن، چجوری زیر خرس رو بگیرن و بیان روی خرس. فردا این فکر رو مثل سگ پشیمون میشیم و ما هم الان از ساخت این برنامه در اول به سگ پشیمون میشیم. کار سختیه ولی ساختیمش دیگه. امیدواریم که برنامه خوبی باشه. روال برنامه اینطوریه که از بین شما عزیزان داخل سالن که اکثرتون بیکار و الاف هستین، ما 8 نفر رو انتخاب میکنیم به عنوان شرکت کننده، میاریمشون داخل برنامه، یه سری سوال میپرسیم. تماشاچیان داخل سالن یعنی کسایی که انتخاب نشدن، هر کدوم به 3 نفر رأی میدن و نفر اول از نگاه تماشاچیان داخل سالن که به عنوان بامزه ترین و چرت و پرت گوترین فرد جمع معرفی میشه. این تندیس طلایی رو بدون هیچ احترام خاصی پرت میکنیم سمتش و نفر دوم این تندیس نقره‌ای بی ارزش نصیبش میشه. خب بریم سراغ شرکت کننده اول. شیفدار؟ شما اسمت چیه؟ باشم. تو هم نشستین و بلند شو. بلند شو. بلند شما چقدری؟ خیلی بشین. امیرحسینم فرادی. از کجا؟ از کرمانشاه. شغلت چیه؟ دبیر زبانم. زبان انگلیسی؟ نه، زبان کردی به فارسی تبدیل میکنم و فارسی به کردی. جدی داری میگی؟ آره دیگه، مثلا شما چیزی بخوای بگی من سایت تبدیلش میکنم. ارسلان جان یک موزیک نوستالژیک یا کوچه بازاری یه چیزی اجرا کن که ایشون با همون ریتم به زبان کردی واسمون اجرا. خیلی خوب. بخون.
عطر شکوفه داری مثل گل بهاری، وقتی که از راه میای شادی و شور میاری، وقتی که از راه میای شادی و شور میاری. بفرمایید. عطر شکوفه داری و گل بهاری، عجب قیافه داری همیشه خود لایی. بودم خویدین یه گله لایی، بودم میخوری یه دونه لایی، گلهش نفهمیدم، بودم گله رو بذار لایش رد بکنم حداقل. خب انگیزه واسه حضور در برنامه چی امیر حسین؟ خواهم یه کمدین خیلی معروف بشه. با این برنامه؟ با مزه ای؟ خیلی. اینا تاج سرم ولی من سعی میکنم از همه با مزه تر باشم. بله. منم بی شرف تو سالن. امیر حسین فرهادی از کرمانشاه به عنوان شرکت کننده اول داشته باشیم. شما اسمتون چیه؟ یگانه رضاییان. خانم یگانه رضاییان از مشهد. کارتون چیه؟ من بازیگرم، بازیگر تیزرهای تبلیغاتی، تئاتر کار کردم، فیلم کوتاه و سینمایی هم کار کردم. تئاتر چند تا کار کردین؟ یه دونه. چی بوده نقشتون؟ من نقش یه عشق قدیمی بودم، میاد چند تا ازدواج میکنه، ناموفق، همه زناش هم میکشه، آخر خیلی اتفاقی منو میبینه و اتفاق بینمون شکل میگیره. و شما فرض کنیم ما الان تو سالن تئاتر نشستیم، داریم همون نمایش شما رو میبینیم، یه قسمتیش رو واسه ما بازی کنیم. بلندشم؟ نه بشین. شما بلندشین. چرا شما تو همیشه بشین از اینجا نشسته. بفرمایید. سلام، من از طرف شرکت خدماتی یادم رفت اسمشو. من از طرف شرکت خدماتی اومدم. بعدش آقای میگه که خب آقا رو ولش کن، دیالوگای خودت پشت سرم بگو. دیالوگای خودم خیلی بازی داره اون وسط. سلام، من از شرکت خدماتی اومدم. آره. بعد میگم که آقای میگه تو چه جوری اومدی؟ تو میگم در باز بود. بعد میگه که فرشید چون همش اون دیالوگ پاسکاریه تو ذهنم میاد. در باز بود. همین؟ در باز. شما دیالوگ داشتین؟ آره. داشتین؟ اتفاقا به کارگردانم گفتم من این کاره نیستم بابا، من نبر تو تئاتر. به ما باید میگفتی این کاره نیستم. خانم یگانه رضاییان از مشهد رو به عنوان شرکت کننده بعدی داشته باشیم. خانم رضاییان جواب بده اگر بخوایم. این آقا رو به عنوان شرکت کننده بعدی وارد برنامه کنیم. بله. به چهرهشون میخوره که شغلشون چی باشه؟ از این مواد فروش موتوریا بهشون میخوره. ساقی موتوری میشه. آره. ببخشید شرمنده. چرا باید بدونی یک نفری که مثلا مواد به دست مردم میده موتوری این شکلیه؟ چند بار دیدی؟ نه بگو. هر حرفی بزنی من میکشم بیرون. چند بار تریاک کشیدی؟ من خدایی بگم من مصرف کردم. بگم خدایی؟ آره بگو. مصرف کردم، جدی دارم میگم. من کرونا گرفته بودم. بعد همه میگفتن این اصلا اینو فقط باید اینو بکشی تا حالت خوب شه. اول خیلی مقاومت میکردم. بعد بابام هم جوندوز پشت در ایستاده بود، میگم من میشمارم چند تا باید بکشی. گفتم بابا من نفسم بابا دستتون داد. آره. خب از زیر در بعد اینقدر جوندوز گفتم بابا من تا حالا اصلا ببخشید سیخ دستم نگرفتم. گفت کاری نداره دخترم، این سیخه رو داغ کن بذار روش، این دود میکنه، بعد اونو با اون لوله‌ای که دادم بهت بکش بره تو. چرا ما تو برنامه داریم آموزش تریاک؟ به نظرتون شما بیشتر تا حالا تریاک کشیدین یا آقای فرهادی؟ این چهره شبیه ایشون کنم من بیشتر توی این سال اخیر اگه بخواید درنت، چون من بعدش مشتری ثابت شدم بابت اینکه هیچ داروی شیمیایی دیگه رو من جواب نمیده. من سرما که میخورم بلش کن غلط کردم. شما اسمت چیه؟ من ایلیا هستم، آبدینی از تهران. کارت چیه؟
تولید کپی زنونه. شما چهره کسی رو ببینی میتونی شماره پاش رو حدس بزنی؟ چهره سخته ولی پاش رو ببینم آره. خانم رضاییان شماره پاش چنده؟ 37. نه اشتباه گفتیم، من 39 هم. 39؟ بله. آقای ایلیا عابدینی رو به عنوان شرکت کننده بعدی قبول کنید. شما اسمتون چیه؟ من سلام پریسا رمضانی هستم از تهران. خب کارتون چیه؟ الان کار ندارم، دارم روش کار میکنم به کمک اینجا یه کاره بشم. رو چی دارین کار میکنی؟ الان در حال حاضر 5-6 ماه بلاگری رو شروع کردم. توی فضای مجازی بلاگری. قبلش خیلی کارا کردم و هیچی نشدم، ولی رفتم رو بلاگری اونم 5-6 ماه هیچی نشدم. ولی امید دارم. 120 تا پست گذاشتم میره اکسل و هیچکی فالو نمیکنه. چند تا فالوور داری؟ 2700 تا. 5-6 ماه به نظرم خوبه. خب بعد اولش که 500 تاش فیک بود بقیه رو ولی خودم تنهایی گرفتم. به نظرتون از ایلیا عابدینی، امیرحسین فرهادی و خانم یگانه رضاییان بامزه ترین؟ بله. آفرین، همینو میخوانم قاطع. خانم پریسا رمضانی رو به عنوان شرکت کننده بعدی قبول میکنید. شما اسمتون چیه؟ انیس ارجمند از آمل من. سرآشپزی؟ نه متاسفانه اصلا آشپزیم خوب نیست. بیشتر غذاهای آماده و همین که زیاد تایمم ندارم چون بلاگری میکنم. میخواستی بگی فالو برم. حالا 257 زیاد چیزی نیست، انشالله میلیونی شدیم چشم. خانم انیس ارجمند رو به عنوان شرکت کننده بعدی بپذیریم. خب شما اسمت چیه؟ سینا نیکخواه هستم، از تهران اومدم، یعنی از همین تجریش. کار من طلا و جواهر. درست. تو کار طلا و جواهرین شما؟ طلا فروشین؟ بله یه جورایی. فروشنده هم دارین؟ فروشنده هستم یه جورایی تی میزنم. نظافتچی طلا فروشی هم. چمدون بردلا پر پر می آبادان. چرا دیگه نظافتچی هم دیگه. بعد چرا میگی تو کار طلا جواهر؟ خب توی مغازه طلا جواهرم، نظافتچی هم دیگه یه جورایی. نظافتچی فروشگاه طلا جواهرم، صبح به صبح تمیزکاری‌ها رو میکنم و طلا رو تمیز میکنم و. سینا؟ بله نیکخواه. نیکخواه رو به عنوان شرکت کننده بعدی داشته باشین. شما اسمتون چیه؟ سلام، ریحانه پارسام از تهران. من سناریو نویس و کارگردان تیزرهای تبلیغاتی ام. شما همین الان یک دونه سناریو طراحی کنین، بازیگر تیزر هم که دارین. بله، کارگردانی هم بکنید. طلا فروشی شما رو میخواین؟ بله میشه. باز میگه طلا فروشی، ما تو اونجا خودت داری تمیز میکنی. طلا فروشی؟ نه زر زدم همون تی میزنم. خب یک دونه تیزر الان طراحی کنید، سناریوشو و ایشون بازی کنه. مثلا چه بهانه هایی باید بیارم براش؟ شما وارد شو بگو که چرا در باستن. همین خوبه؟ اینطوری دیالوگ بگو. رضاییان واقعا کشش این حجم است. نه من متوجه نشدم چی میگه. نه اینکه میدونی متوجه خب انگیزتون واسه حضور در برنامه خانم پارسا؟ راستش
گفتش آقای صبوری مامان من فن شماست، بعد دید که شما گفتین شرکت کننده میخوایم، من گفتم مسخره‌تر که نداریم، تو موندی رو دستم و ما هم نتونستیم کاری بکنیم، برو اونجا شاید حالا پخش برنامه ولی خواستگاری چیزی بیاد شوهر کردی. خب بعد خانم ریحانه پارسا رو به عنوان شرکت کننده بعدی بپذیریم. شما اسمت چیه؟ به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم. فردین رحیمی هستم از رباط کریم. بنده کاسبم، پسرک موکد فروش، بازیگر تئاترم هستم. چند تا تئاتر بازی کردین؟ تقریبا 8-9 تا. 9 تا؟ نقش چی داشتی؟ توی یکیش فضول یه تیم قاچاقچی بودم. به خدا پول گرفتم همه رو فروختم، همه رو. یکیشم آخر مرد. خب اونی چی؟ تویشون عمو رحمت بودم، توی خانواده اردبیلی همه مؤمن بودم الا من. خب خرابشون من بودم. بعد این اواخرم که یه دونه الان تو تمرینیم ان شاءالله اجرا میریم، اون مستخدمه مدرسه‌ام بابا نور. دبیرستان دخترونه است، بابا نور هستم. میتونم برات بازی هم بدم. فردین رحیمی رو به عنوان شرکت کننده بعدی داشتیم. خب قبل از اینکه وارد شروع بخش اصلی نصف شب بشیم یه سر بزنیم به گروه موسیقی درجه یکمون، گروه موسیقی خان با صدای ارسلان سالارخان عزیزان. پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنه یه دختری خوشگل و با محبت، هم سفر ما شده بود همراهمون می اومد، به دست و پام افتاده بود این دل بی مروت، حالا می گفت برو بهش بگو دوستش داری، بی گفتگو هرچی میخواد بگه هرچی میخواد بشه هرچی میخواد بگه هرچی میخواد بشه راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. تو زفاری پسر چقدر نادونی، اومدی زیارت یا که چشرونی؟ علی جون گفتم به اون زیارتی که رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم، قسم به اون غفل و دخیل که بستم، بعد خدا من تو رو میپرستم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. فردین پاشه یه خاطره خیلی بامزه واسمون تعریف کنه و پاچه مسخن. من یکی از دوستام از خیلی بچه پول داره، بچه شهرک‌گرم هست. ما توی نمایشگاه بین‌المللی قبلا کار می‌کردیم، حمالی می‌کردیم، بار جابجا می‌کردیم. یه بار من خسته شدم، این به من دعوت کرد خونه‌اش، گفت آقا بیا خونه اینجا همه چی هم امکانات هست. من رفتم خونه‌اش، واقعا امکانات داشت، بالای 100% امکاناتش خیلی خوب. گفت یه دوش بگیر
تا دوش بگیری غذا آماده میشه بیا بخور سوسیس تخم مرغ. بابا خاک بر سرت با این پولدار بودن سوسیس تخم مرغ تو خونه خودمون هم میخوریم دیگه آخه بابا. من رفتم حموم، چه حمومی ماشاءالله اندازه خونه ما بود، کل خونه ما همه چی هم بود، صابون بود، شامپو بود، عطر بود، اتکلون بود، همه چی بود. من رفتم دوش گرفتم خودم خیس کردم، یه دونه شامپو شیشه بود خیلی قشنگ بود، زده بود که مرطوب کننده مناسب پوست، صورت، همه چی، مو، همه جا. گفتم خب خوبه دیگه، این کارو در آورد، الان کل خستگی من میشوره. ریختم سرم، شستم این ور اون ور، همه جا رو شستم. 5 دقیقه نگذشت کل بدنم قرمز شد، همه جام شروع کرد بسوختم، بخارش، بسوزه، بخارش. هی داد می‌زنم محمد بیا، محمد نمیاد چه. آخر محمد ما در باز گفت چیکار کردی؟ گفتم بابا این شامپو چیه من زدم همه جام سوخت. گفت بابا اون شامپو سگمونه. خب خانم یگانه رضاییان یه خاطره خیلی بامزه واسمون تعریف کنن. بله من فوبیای ماشین بزرگ دارم کنم، اتوبوس، تریلی، هر چی. یعنی اتوبوس میبینید جیغ میزنی؟ نه اصلا میاد نزدیک ماشین من میترسم. خلاصه رفتیم اونجا و گفتش که افسر گفت این اتوبوس رو پارک دوب کن. دوبنم که اتوبوسو؟ آره یه اتوبوس اونجا بود پارک کرده بودن و گفت این اتوبوس رو پارک دوب کن. گفتم نه یه بار دیگه پشت اتوبوس پارک دوب کن. خب آفرین. خلاصه گفتم که اتوبوس؟ گفت آره. گفتم اتوبوس دیگه؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب. پارک دوبلم که میدونین چه جوریه، باید یه کاپوت جلوتر. البته رفتم هی میرم 38 روز طول کشید تا من برسم به اون انتها. من چون میگم ترس داشتم خیلی با فاصله اینو چیز کردم، ردم کرد. جلسه بعدی دوباره رفتم، گفت این اتوبوس رو برو پشتش پارک 30 سانت کن. خلاص من گفتم باز این اتوبوسه؟ گفت آره. وقتی که اینو گفت من واقعا عصبی شدم، این نیاز بود اون لحظه یه نفر بوق بزنه. میشه شما بوق بزنید؟ بوق بزنید؟ بیپ بلندتر خیلی فوش. خلاص دوباره این اتوبوس هم من رفتم بازم گند زدم. خلاص گفتم خدایا چرا اینا گیر دادن من به این اتوبوسه. آخر رفتیم شماره تلفن یارو رو پیدا کردیم، گفتم جان مادرت به این اتوبوس تو بردار من برات قبول شم. ایلیا بلند شه یک خاطره خیلی بامزه واسمون تعریف کنه که ریسه بریم از خنده. سرتو بزن. والا ما یه داداش کوچیک‌تر از خودمون داریم، این میرفت باشگاه بدنسازی، بعد گمنامی هم اسمش آریاه، بعد میرفت باشگاه بدنسازی و باشگاهشو همه جدا کرده بودم، به 2-3 نفرم سپرده بودمش که حواستون به این باشه، مثلا این بچه عزیزه مامانم و فلان و بیسال اینا. آریا میرفت باشگاه، یه روز دیدم پنجشنبه اومد خونه، گفتم چی شده؟ آره داشتم تو باشگاه تمرین میکردم، یا یارو بهم گفت کولر رو خاموش کن. گفتم یارو خیلی غلط کرد، ما هم یه تایید آره اشکالاتی. گفتم یارو خیلی، منم خودم باشگاه میرفتم بدنم درست حسابی اینجوری شیکم نداشتم. همین شیکم نداشتی درست حسابی؟ آره هیچی. گفتم یارو خیلی غلط کرد، فردا میریم باشگاهتون، حقش میذارم کف دستش. خلاصه هیچی، دیری دی دین 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 دین. صبح جمعه ساک باشگاه رو انداختم دوش دارم، گفتم بشین ترک موتورم. نشست ترک موتور رو رفتیم نای باشگاه، موتور زدیم جک، گفتم برو پایین. رفتیم پایین و شروع کردیم تمرین کردن دیگه. با آریا رفتم تو چی، تو کلکل وزنه زدن و مثلا من داداش بزرگترم چند کیلو میزنی؟ 30 کیلو بکنی 35 کیلو برسینه بزن خیس عرق و فلان و اینا. بعد گفتم که راستی آریا؟ گفت جونم. گفتم اون یارو کی بود؟ به گیر داده بود. بگو اینم کی بود؟ یا اینجوری کرد سر منم باش میچرخیده با دستش. ببین دیدم یکی یه هدمن بسته دور بازوش دور کمر من
رگاش اندازه مچ پای من، رگای سایه داشت اینجوری. تو اون صدای دشتین باشگاه صدا نفس کشیدنش مثل بوفالوهای چیز سیبری میاد اینجوری رو تردمیل داشت راه میرم، چیلیک چیلیک عرق میریخت و سایه‌ها اینقدر فلان. تا یارو رو دیدم، یارو بغلم آریا بغلم وایساد، شاب یاد رسیدم تو دهنش. گفتم یه موقع یه زرایی هم میزنی یا حق داره بنده خدا اینم خجالتش کردم. پیلا رو روشن می‌کنی سر نمی‌خوره. خانم پریسا رمضانی یه خاطره با مزه واسمون تعریف کنه. بلند شید. من یه بار یکی از دوستم تازه ازدواج کرده بود، بعد باردار شده بود. بعد به من تازه ازدواج کرد و باردار شد. بعد ازدواج کرد باردار نمیتونه بشه. در بعد به ازدواج باردار شده بود. عجله داشت. یعنی بعد از عروسی. بعد عروسی. بله. بعد به من دو تا دوستم با هم فامیل، یعنی زنداداش و خواهر شوهر میشن. بعد به من پیام وایستاد که وای بدبخت شدم حاملم، تو رو خدا یه کاری برای من کن، یه کاری کن و فلان آشنا اینا، ولی تو رو قرآن اینو به کسی نگی. گفتم نه با دیوونه ای. بعد من سریع به دوستم پیام دادم که الهام میدونی چی شده، نگار حامله است، تو رو قرآن به کسی نگی. نگو من هم وایس رو به خود نگار فرستادم. گفتم نه نگار من یکی از عوامل پروژمون بگم آره توی پروژه دیگه تو گروه واتساپ حواسش نبوده عکس الله زیرش رو فرستاده تو گروه. آره برای مربیش میخواسته بفرسته، اشتباه تو گروه پروژه فرستاده، یوهی همه لفت داده بودن. خانم ارجمند یک خاطره با مزه واسمون تعریف کنه. یه خاطره از پدرم میتونم بگم، این واقعیه دیگه. من و داداشم 6 سال از من بزرگتره. بعد پدرم من بعضی وقتا یه سری حرفایی میزد که خیلی جالب میشد. مثلا داداشم که 6 سال از من بزرگتره، خب به هر حال وقتی نوجوان بودم اون از نظر هیکلی اینا از من خیلی درشت‌تر بود. بعد یه کلاهی داشت، من کلاهشو گذاشته بودم رو سرم. بعد بابا میگه وجه ورنل گشاد بونه، یعنی اینا نذار گشاد میشه. گفتم که بابا کله من کجا، کله این کجا؟ بعد گفتم خب کله کی بزرگتره؟ میگفت معلومه انیس. همین. خب خانم انیس ارجمند یه خاطره با مزه آقا سینا یه خاطره با مزه تو که الان کمک دادی دیگه قطعا ما پاره میشیم دیگه. یعنی من قطعا الان خودم روی صحنه میندازم دیگه. ارسلان برام قرمز بفرمایید. یه تایم خیلی کوتاهی توی یه مجموعه گوشی فروشی حالا با دوستام همکاری میکردم. یه آقای اومد یه از این کلاهای خاخامی داشت، اصلا انگار این خانوادگی با صحبت کردن مشکل داشتن خانوادتن. اینجوری اومد تو یه ذره به قابا نگاه کرد و بعد امین رفیقم گفت سینا یکم برو جلو ببین چی میخواد. گفتم باشه داداش الان. گفتم سلام خیلی خوش اومدین، چیزی می‌خواستی؟ پنجی کرد. بعد گفتم داداش این هر چی باهاش صحبت میکنم اصلا حرف نمیزنه، انگار زبون نداره. گفت ولش کن بیا اینجا من خودم الان میرم. چای رو ریخت گذاشت رو میز، گفت جناب خیلی خوش اومدین، چیزی می‌خواستین به بعد کمکتون راهنماییتون کنیم؟ اون چیه؟ دوباره. بعد یو امین گفت نکنه این خارجی ما داریم 2 ساعت باهاش فارسی حرف می‌زنیم متوجه نمیشه. گفت هلو can I help you؟ پنج کرد. بعد دوباره ذره گذشت و گفتش که مستر can I help you؟ پنج کرد. داداشی قابای فایوز چنده؟ فردین جان یه دعوای خانوادگی رو به صورت گزارش فوتبالی گزارش کن واسمون. بله چشم. به نام خدا با عرض سلام وقت بخیر خدمت تمام بیننده‌های عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیدار بین خانواده‌های زندایی و عمه رو در تصویر مشاهده می‌کنید. عمه پا به جلو میشه و یه چشم زندایی
این زنگای رو قوت میکنه داخل خطا میگیره دایی خیلی خشم میگیم به عمه من نگاه میکنه چرا به عمه من اینجوری نگاه میکنه دایی یه کارت زرد دادم گفتم خودت عمه داری بابا خجالت بکش بعد دوباره دعوا شروع شد صلح نداریم دوباره دعوا شروع شد زیر خم دایی رو چشید عمه زد زمین گفتم آخر باشا اینجوری به من نگاه میکنی بابا تو زن داری بچه داری چیکار داری میکنی آقا با ما بعد این دعوا دوباره شکل گرفت عمه رفت زن دایی اومد عمه رفت بعد پسر دایی از بالا اومد صاف گذاشت تو صورت دختر دایی پرت شد خورد سینه عمه خورد تو شوهر عمه بزن نگم شوهر عمه چی شد خانم رضاییان چون گفتن از بازیگران شاخص عرصه تئاتر هستن یه طوری که احساسیمون کنید دیگه یعنی اشک بریزیم پخت قرمه سبزی رو آموزش بدیم بهمون. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز امیدوارم که از این دستور پخت غذایی که میخوام خدمتتون بدم راضی باشین میخوام دستور پخت قرمه سبزی رو آخه میدونی من با قرمه سبزی خاطره دارم کله داداش همیشه با قرمه سبزی میدم خوبه داری ایلیا جان آموزش قرمه سبزی با لحن غمگین یا دعوای خانوادگی با گزارش فوتبالی؟ همونجور که ما هم ترکیم دعوا زیاد داریم دعوای خانوادگی. شما با صدای خروس و مرغ اخبار هواشناسی رو اعلام کنید. پاشو به افتخار هواشناسی. تو فکر میکنی الان این مجری هواشناسی اخبار هواشناسی تو پشتت داره ابرا اینطوری نشون داده میشه شهرهای مختلف با صدای خروس برامون چرا اینو دیدم گفتم خروس ببخشید برو سلام نه مرغ خوبه این اردکه خیلی قشنگ خروس چجوریه؟ خب با صدای همین خروس با همین لحن خروس هواشناسی اعلام تو فرض کن الان خروس ها جلوتن زدن تلویزیون روشن کردن میخوام ببینن که اخبار هواشناسی چطوری قول هوا قول ابری قولو پشت گوام سبزی قولی صبح زود پنج قولی بارونی قول برغا ما قول پنج آفرین بفهم خانم رمضانی تلفن رو برمی‌دارن تماس میگیرن و توی ژانر ترسناک پیتزا سفارش میدن با حالت ترس گربه بیارید من ترس بیا اینجا روی پله بشین انگار زیر میز اینجا خیلی فضا دارم ببین یه لحظه در باز میشه باید گوشی رو بگیری اینجا رو نگاه میکنه میره بیرون وسط صحبت آقا من دارم صحبت میکنم سینا بیاد نقش در رو بازی کنه من بخواستم یه قاتل دیدم چیز دارم من تو رو باز میکنم وارد میشم سینا در بسته است هر موقع سینا باز شد شما بترسید بعد سفارش بدم نه الان داری سفارش میدی من وسط سفارش میام شما ترست بیشتر میشه بفرمایید
خواب می‌آورد دیگه. الو یه پیتزا مخصوص چی داره؟ نباید ترسی پیدات کردم میکشم دیگه. غلط کردم سیب زمینی بفهم. انیس ارجمند به زبان آملی یک دعوای خانوادگی رو برای ما گزارش کنید. البته آمالیا وقتی به همدیگه تعارف هم میکنن انقدر تون صداشون بلنده انگار دارن دعوا میکنن. میخوای تعارف رو بگم که حالت دعوا داره؟ با همدیگه دارن تعارف میکنن. او اما خنه نمویی تو اما خنه ننی برو نمی اینه نمونه که بله خواست بخری بلا بخر. بعد آخرم که تموم میشه بعد میگن هیچی نخردی بگم نمونه خالی بلا بخردی. خب خانم انیس ارجمند یه دعوای خانوادگی رو با زبان آملی برامون گزارش کنید. به زبان آملی دعوای خانوادگی. نمیدونم بین چه کاراکترهایی بذارم که مادر و پدر. مادر و پدر. مادر در سمت راست زمین، پدر سمت چپ زمین هستن. خانم کندره لاده کانال لعوض کنیم او ولیکن خانم میگه ولیکن اخبارش این خانم همش کیه؟ خانم انیس ارجمند خب یک دعوای خانوادگی رو با زبان آملی واسمون گزارش کنه. دارم میگم دیگه. شما گزارشگرین به نام خدا خدمت بینندگان عزیز در دو طرف زمین اینور مادر اینور اینا اینطوری و مادر پدر رو میزنه تو گزارش به زبان مازن یا به لهجه بگم که فارسی متوجه شن. خانم انیس ارجمند فردین بگه چه کار خاصی بلدی انجام بدیم ما به وجد میام؟ من با دهنم میتونم ارج بزنم منتها یه دو انگشتی دست بزنیم. خب ها قبول بریم. قندیشو اینجا بس کردم میزنیم. خانم ارجمند بگه شبیه کدوم آدم معروف توی دنیا هستین؟ والا من یه چند تا کلیپ که تو این اینستا گذاشته بودم مخصوصا اون موقعی که خیلی لاغرتر بودم خیلی ها گفتن که شبیه شکیرام. شکیرای مناطق محروم. و نمیدونم به نظر شما شبیه کیم؟ شما چه کار خاصی بلدین انجام بدین؟ صدا قورباغه در بیارم خنده دار باشه. صدا قورباغه در بیاریم. خب خانم انیس ارجمند چه کار خاصی بلدین؟ سوتو برم. سوتو برین. این خوب بود. صدا زنگای قدیمی خونه بود که فشار میدادن. برین زنگ. هر موقع من انگشتم اینطوری کردم شما زنگ بزنید توی برنامه. خب دزدی با ماشین داره فرار میکنه بعد یه پلیس هم دنبالشه. برو. دو تا معکوس هم بهش بده. معکوس بده؟ آره.
خانم ریان پارسا بگه شبیه کدوم آدم معروف توی دنیا هستی؟ طرفدارا میگن شبیه نانسی ام. شبیشه شباهت یه ذره اینطوری چطوری؟ چی؟ اگر کور باشیم شاید شباهت سینا شبیه کدوم آدم معروف توی دنیاست؟ یه مقدار که موهام بلندتر بود میدادم سمت بالا میگفتن شبیه آرون افشاری دوستان. میتونی صدا رضا گلزار رو به چهرم میخوره که من آدمیم که بینشم قویه، احساس میکنم صدا رضا گلزار رو بتونی در بیاری. ببخشید یه چند تا کار دیگه هم آره من عقده ایم کثافت، یعنی من از پاپیت کمتر بودم برات. ایلیا جواب بده اگر بازیگر سینمای ایران بودی یک نقشی رو میخواستم بهت بسپارن از عهده چه نقشی برمی‌داری؟ تابلوهی که معتاد. خب خانم ریان پارسا بگه اگر بازیگر سینمای ایران بودیم و قرار بود عکستون بره رو پرده سینما از عهده چه نقشی به خوبی برمی اومدین که سینما پرفروش بشه؟ زن دوم. امیر حسین بیاد اینجا نقش پلیس رو بازی کنه، فردین معتاد اول رو بازی کنه، ایلیا معتادی که به این معتاد جنس میده رو بازی کنه. بیاین روی صحنه. نه همینجوری. خانم یگانه رضاییان هم بیاد، نقش زن انگار ایلیاس که الان در حال مصرف توی پارک داره میادش ولی عاشقشه. پلیس بعد میرسه. پلیس فرو اون ببخشید دوتا معتاد بودن؟ آره یه خانم زنی. خب چه تو پلیس بودی هم میخوای گیر بدی داریم؟ آره دیگه میخوام گیر بدم. خانم انیس ارجمندم بلند شم بفرمون اینجا. میام زن من؟ نه شما کنار یک جوب دارین چیز میکنین، خانم ارجمند قورباغه کنار جوب. بفهم نه صدای بک وکال قورباغه که اینا دارن اول بحث میکنن، همسر ایشون از راه میرسه میگه این چه چیزی، این چه زندگی ساختی، من دوستت دارم برگرد، که یهو آقای پلیس از راه میرسه. چی میخوای؟ خفه شو. ایلیا عشقم تو که باز اینجای قربونت برم. تو گفتیم یه این پارک دست نمال کن، دست بگو با منی. ایلیا تو نگفتم نه یا اینجا، تو نگفتم لاشخورا اینجا نه یا اینجا. عزیزم من این حرفت گفتم که بری تو خونه خودم کنار خودم بکش. منم بیام اینجا سلام. سلام جناب سرنگ. خیلی مخلصی. سیگار بفهم فایسا حداقل فکر خدا نیستین حامی حقوق حیوانات باشین. چرا نداره؟ کی گفت من بکش؟ آره نکن. جنس تو بندو. نه خوردم. من خوردم. همه رو خوردم. تو هم بده منم بخور. بده من باید بری من بخورم. محمد محمد من خوردم. ببین من دستبنده رو بالی میز جا نذاشتم. وسایلاشو جا گذاشته بودیم باشه. اصلا هم باشی. آقا به خدا این معتاد نیست. راست میگه من معتادم. آقا من چند گرم مواد دارم. اینا مال منه. به خدا من معتادم. خانم به خدا من معتادم. یه لحظه شما اینجا بسا بینم. این اصلا معتاد نیست. ساقیتون کیه؟ من آدم فروش من شمارش بریم 236 پارک. یه لحظه سعی میکنم تو جرمت ببین اگه با من همکاری کنی توی جرمت کلی تخفیف بده. ما میایم پارک واسه ورزش. صاف وایس احمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سکوت. گروه این ورزشه.
گروه سرود پانکن گروه سرود معتبر زمان بابا بعد شاد چی بود؟ با ماشین اداره سردم گفتم نرین نان بخریم 1000 دفعه کار اشتباه شما میشی زن اول، شما میشی زن دوم، ایشون میشه اون مردی که 2 زن است، شما میشین توی دادگاه قورباغه‌ای توی دوستان عزیز لطفا نظم دادگاه رو رعایت کنید. جلسه مهمه. آقا چیه مشکل شما؟ خانم قاضی یه لحظه اجازه بده. بفرمایید. ایشون همسر منه. من یه شب با این خانم رفتم یه شام فقط خوردم. ای با یه شب بود؟ این همه من برای یه شب شدم برای تو کم گذاشتم کثافت در دوستان لطفا نظم دادگاه رو رعایت کنید. لباسم چسته شده آخه با این این از تو بهتر میشه. غذا نمیدارم خورم. یه شب رفتم عقده ای. خب یه شب رفتم. تو که میگم من رابطه باش ندارم. آقای محترم شما الان باید تصمیم خانم قاضی من بار دارم. شما بارداری؟ یه شب با هم شام خوردیم باردار شدی؟ چجوری باقا شد؟ شام خوردیم؟ مدارکش بگم ایلیا بیاد اینجا. شما بیاد اینجا. از تو اول میپرسم. از ایلیا یه چلو شده. شما فرض کن کمر به پایین پدر ایلیا رو خرس خورده، نمیتونی مستقیم بهش بگی، باید با پانتومیم بهش بگی که متاسفانه کمر به پایین پدرتون خرس خورده. با پانتومیم. با پانتومیم؟ بگو ببخشید یه چیزیه من نمیتونم بیان کنم، با پانتومیم بهت میگم. سلام ایلیا. سلام. خوبی؟ قربونت برم. من یه چیزی رو نمیتونم بهت بگم. خب میخوام با پانتومیم بگم بابات مرده. بگو. با پانتومیم بگم بابات چجوری مرده؟ ببین بابات داشت میرفت. پانتومیم کن. با حرفشو نزن. نه. خرسش کجاست؟ خرس پشت فرمون بود. حالا ایلیا این خبر رو به فردین بده. خرس زد این مرد خورد نشست خورد. خرس کمر به پایین پدر فردین رو خورده. شما باید این خبر رو به صورت پانتومیم بهش بگی. بابا اینقدر دیش کوتاه کمر به پایین بخوره دیگه تموم میشه. تموم میشه. سلام فردین جان. چی شده؟ میخوام باید احساس هم دردی کنم. ترکی اولشو بهت بگم. واسه پدرت اتفاق بدی افتاده. چرا؟ نکنه نصف بابامو. واقعشون بعد با پانتومیم بهت بگم. بگو. این چیه؟ این بابامه؟ بابات. این بابات. شما به ایشون باید بگی که یه فیل رفته تو آشپزخونه خونهشون داره قلیون میکشه، پدر میره جلوی فیلو بگیره، فیل میشینه رو باباش. چیکار کرده؟ خب سوالات بگم. بگو. درست. خب
نه بیا اینجا اشتباه گفتی. فیله تو آشپزخونه خونه‌شون داره قلیون میکشه. خواستم بشینم روش بعد قلیون رو بذارم. ببخشید اینجا گفتم بشینم روش خب بعد زغالگردانه جو بچرخونم شما باید به امیر حسین خبر بدی که مرغ رفته توی اتاق طلا و جواهر مامانشو خورده. اوه همسنف بوده با من موقع. خوبه. بابام به مرغ تبدیل شده؟ تو گاو صندوق هم داره میخوره. خب امیر حسین جان اگر قرار باشه زندگی نامت یک پادکست صوتی باشه و قرار باشه یکی از دوستان روایت کنه، به کدوم یکیشون قطعاً اجازه نمیدی روایت کنه و تر میزنه توی اون پادکست صوتی با گویندگیش؟ آقا فردین. خانم انیس جواب بده. اگر زندگی نامتون یک کتاب بود اسم کتابو چی میذاشتین؟ من یه چیزی میگم. من یه دفتر خاطره‌ای دارم. 20 ساله دارم می‌نویسم. یعنی هر سالی یه خاطره می‌نویسم. خاطره خاصی نمی‌نویسم. بیشتر شما 20 سال خاطره داشتین اون چرت و پرت. 20 سال. بعد من 4 بار براش تکرار کردم یه خاطره با مزه. 20 سال. همین الان خواهش داریم ازتون با عنوان مخاطب رفتی خونه دفترچه خاطراتو بردار آتیش بده. آخه گریه داره احساسیه. شما یک خاطره احساسی واسه ما تعریف کنین، میخوام حس بگیرم. بفرمایید. یه موسیقی متن غم انگیز و یک خاطره احساسی میخوام احساسی بشه. اکسمو بگم باش. اکسو نمیتونی بگی. پسری که دوست داشتم. روزی از روزهای گذشته در دوران نوجوانی این جانب عاشق شدم. عشقی به میزان دریای بیکران و اما یک روز عشق نامردم. عشق نامردتون میشه اکستون. واقعا هم اینو نوشتید داخلش؟ نه اینو که از خودم در آوردم. حداقل جدی اگر یه روزی پادکست شد بده فردین روایت کنه یه سر بخندیم حداقل. روزی که عاشق شدم قلبم در چی؟ خب نداره چیه؟ سینا جواب بده. به نظرت اسم زندگی نامش رو خانم ارجمند باید چی بذاره؟ قورباغه گرسنه. قورباغه گرسنه. گرسنه. خانم ارجمند چی بگم؟ صدا در زنگ نزدی چرا؟ بابا دوست طراحی کردیم. ایو زنگ بزن دیگه. بزن. حالا الان برقا رفته ما میزنیم اون تکون میخوره ولی صدا نمیاد. برق نداریم چجوری تکون میخوره؟ مگه با برق کار میکنه با غذا کار میکنه؟ زنگ با غذا انرژی میگیرم. زنگ با غذا کار میکنه؟ زنگ با غذا کار میکنه؟ نه اون با برق کار. ایول امروز قرمه سبزی بریزیم توش بیشتر. چی میگه؟ خب فردین جواب بده. یه سوال به من بگو من از تو بپرسم. یه سوال بهش که دوست داری توی برنامه ازت پرسیده بشه. فرض کن تو الان یه سلبریتی خیلی معروفی
نشستی تو برنامه، یک سوالی دوست داری که من ازت بپرسم، اونو بهم بگو. بپرس عاشق شدی؟ اگر زندگی نامت یک کتاب بود، اسم زندگی نامت اگر پادکست صوتی بود اسمشو چی میذاشتی؟ یا دهقان دروغگو یا پتروس فداکار. چی؟ پتروس فداکار. انگشتشو کردون تو آب نیاد. با شما خب قبل از اینکه وارد بخش بعدی نصف شب بشیم، بریم یه سر بزنیم به گروه موسیقی باحالمون با اون صدای قشنگشون. گروه موسیقی خان با صدای برنامه‌مون امشب عشق حال سفته، عشقمون میکشه، برنامه‌مون چش شما رو گرفته. سیخا تو کبابه، دنیا رو حسابه، هر کسی وا بده خنده رو را بده، زندگی به کامه. برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه. سلام علیکم عالمینا، سلام علیکم اینا و اونا، سلام علیکم احمد و اسی و موری و پری و مریم و مینا، سلام علیکم اشتق و بالا و پایین و دور و برینا. برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه. آها اونا مرسی. دادا پاشو بتمنو بیار، پاشو ساز بنده رو بیار، دادا اینجا نصف شبه، پاشو رو لبات خنده رو بیار، دادا الان اجرا داریم، بدو و نوازنده رو بیار. برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه. سلام علیکم آمان مینا، سلام علیکم اینا و اونا، سلام علیکم احمد و اسی و موری و پری و مریم و مینا، سلام علیکم اشتق و بالا و پایین و دور و برینا. برو بریم، برو که جواب، برو بریم، برو که جواب، برو بریم، برو که جوابه. آها جونم. ایشالله غم ایرونت باشه، بازار باشه میدونت باشه، هر کجای دنیا که باشی هر سلام میخونه ایرونت باشه. برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه، برو بریم، برو که جوابه. خب نصف شب رو رفتیم جلو، یه ذره از نصف شب مونده، یه قسمت اجرایی باحاله که جذابه به نظر من. اینطوریه که به هر کدوم از شرکت کننده ها لباس یک کاراکتر انیمیشنی معروف یا کاراکتر سینمایی معروف دادیم پوشیدن. از الان به بعد که معرفیشون میکنم دیگه به اسم خودشون نمیشناسیمشون، دقیقا میشن همون کاراکتری که لباسشو تن کردن. به افتخار جوجه اردک زشت دعوت میکنم از هالک. هاک
هاچ زنبور عسل. دعوت میکنم از خر شرک. این شما و این بتمن. به افتخار گاو مزرعه. معرفی میکنم اسپایدرمن. و آخرین نفر کسی نیست جز سفید برفی. خب تو این قسمت چیزی که قراره انجام بدین اینه که 8 نفر به 2 تا گروه 4 نفره تقسیم میشین. هر گروه میاد روی صحنه و به صورت بداهه یک تئاتر اجرا میکنن. 1 نفر از اون 4 نفر میشه راوی یا روایتگر قصه بداهه و 3 تا کاراکتر دیگه میشن بازیگرای قصهش. کسایی که میخوان به صورت دل بخواهی راوی بشن دستشون بالا. من نظرم اینه که هالک و گاو مزرعه بشن 2 نفری که قراره 2 تا تئاتر رو روایت کنن. اگر موافقین دست بزنید. هالک کاراکتر قصه‌ش رو انتخاب کنه. خب من خرگه. خب بعد جوجه اردک زشت، هاچ زنبور عسل. پس یه گروهمون شد هالک، جوجه اردک زشت، هاچ و خرمون. یه گروه دیگه میشه گاو مزرعه، بتمن، اسپایدرمن و سفید برفی. درسته؟ دست بزنید. اول گروه گاوینا بیان اجرا کنم. بفرمایید. خب شروع کنیم. بله، کتاب رو باز میکنیم. خب یک داستان جدید و عالی و عجیب براتون میخوام بخونم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یه روز یه جنگل خیلی سرسبزی بود که یه سفید برفی خوشگل توش زندگی میکرد. مونتا سفید برفی خوشگل ما آمبور تزریق کرده بود، ریشسیبیل در آورده بود، باشگاه هم رفته بود، بدن در آورده بود. حالا چرا نمیدونم. اما سفید برفی داستان ما 2 تا خواستگار داشت. خواستگاراش چی بودن؟ اسپایدرمن و بهمنی. اینا خواستگاراش بودن. اسپایدرمن وضعش خوب بود، بنز داشت، آیفون 18.5 داشت، بعد پول داشت، ویلا داشت، همه چی داشت، خواستگار بود. اما بهمنی بدبخت پول نداشت. به جاش معرفت داشت. یه روز تو خیابون داشتن از کنار هم رد میشدن، یهو فهمیدن که جفتشون هم خواستگاری بدبختن. اینجوری شد. اینجا اصلا فاصله گرفتن. یهو اسپایدرمن سلاحشو در آورد. طول بندازه اینو بگیره خفش کنه، طولش خراب شد. نداره، شارژتش تموم شده. بعدم بزن شارژت. بعد چه دیگه اسپایدرمن دید آره نمیشه، به این بدبخت فقیر گفت بیا یه جوری با هم معامله کنیم، بهت پول بدم اینو به من میفروشی؟ ببین با چقدر؟ به من میگن بتمنی، من بچه مازندرانم، جنگیم، کله خرابه، پیشی اون درست پول ندارم، عوضش عشق دارم، معرفت دارم، وفا دارم. بدخوامدخوا داری، درگیری مرگیری داری، من در خدمت تو هستم.
اینجوری شد خانومی آها بعد نظر سفید برفی بدبخت اصلا هنوز نظر نداده ببین ما این نظر خود بدبخت نیست چیه بگو بنال حالا ببینیم خانومی اینجا ما میگن سفید برفی تو محل گفتن سگ برفی آره ولی یه جایی پول جوابه یه جایی هم عشق شماره شباتو بده میبرم تو کارخونه میچرخونمت چشم مجلس سجه میبرم میگواد میبرم تو کارخونه بچرخونه اتفاقا یه سگم دارم سیگار میکشه آیا میزنه؟ همه میدونن مثلا با این دامن شما چه دیگه همه میدونن بعد آره اینجوری شد اینا گفتن آقا بیا اصلا بریم ما خواستگاری این بدبخت ببینیم این جواب مثبت به کدوم میده شاید اصلا به هیچ کدوم جواب مثبت نه شاید اصلا این بنده خدا خانوم نیست اینا بنز اونو سوار شدن موتور این نیوردن عزیزم زد من درست بدبختم بی پولم ولی عوضش عشق دارم بهت قول میدم خوشبختت کنم ببینم تو چی داری؟ بعدی این یه قابلیت اصلا داره من تو رو نمیخوام من همین گاوه رو میگیرم میبرم گاوه دست ازدواج نداره ببخشید این یه قابلیت های خوب داره این خیابون جاده رو میتونه ببنده خفگیری مال درگیری داره من کله خرابه وای میشه رفت خفگیری وای میشه رفت ولی خدا کنه خودتو خف نکن چکمک داشتنی در خدمت دارم ببینیم بدبخت فلکشن پولدار چی میگه جانم برلیان کوه نور ببینم چی بود؟ برلیان کوه نور برلیان کوه نور؟ این خوبه شبات هم بده دست تر نکنه شبات هم بده اصلا لحن صدام عوض شد یادی دارم هزینه میکنم یه ذره سیاه نیست واسه سفید برفی آره سوخته دیگه این دنیا اومدن سوخت دیگه فلش نزد سوخت خانمی همه هزینه هم واسه توه فقط رو هنرت چیه الان چیکار میتونی بکنی دل منو به دست بیاری میتونم برات برقصم دست حالا ببینید خانم گاوه که کارایی بلده من آقا هستم نه حالا مطمئنی؟ آقا نیستم نه من آقا نبودم که ببینیم چه کارایی بلدی شاید نظرمون از رو سفید برفی اومد رو شما من اینا پوز زندگیمه سبک نیست باریکلا پوز میدم بالاخره بتمنی هم ناکام نره دیگه من که رفتم با این کبوتی اصلا من شما دوتا هیچ کدومونه آره ببین رفتی ولی من دلم پر میکشه یه بار که تار بتنی خب گروه هالک تشریف بیارن روی صحنه قصه داستان ما خریت هالکه از اون جایی که حاج زنبور عسل الان وارد میشه سلام حاج زنبور عسل من سلام هالک زیبای من به به مو کاشتی؟ بله کتاب قبلی رو که فروختم اولا رفتم مو کاشتم بوده خجالت نمیکشی؟ بابا هیکل گنده کردی واسه چی پاشو برو شرخری کن زورگیری کن بابا نون نداریم تو سفره کتاب مینویسی تو واسه من اون مال قبلا بود این حال جدیدا دیگه نیو فیسن ببین عوض شدن خب فرق بکنن این کتابته؟ چقدر کوچولوه هالک همه چی براش کوچیکه ببین یه روز یه خری بود که آمد خر اگر خیلی خر بود خر خودتی درست اینجا حال که بدت نکن ببین این خره خیلی خر بود بالاخره داشت کار میکرد و استفاده میکرد و میامد و میرفت و بار میکشید مثل خرو خره دیگه با مثل خر بار بکشه تا که ازدواج کرد و بعد با چی؟ با یه جوجه اردک زشت جوجه اردک زشتش هم که اومد نه سلام جوجه اردک زشت خونم سلام خره من چطوری خره ساعت 12 گذشته خیلی یونجه خوردم یه خورده باد کردم میگم چرا شکمت بزرگ شده اینقدر
چقدر تو خری، من حاملم. حاملی؟ یه ماه دیگه میخوام بزام. بزای؟ چی بزای؟ خری؟ به نظرت بچه‌مون اردک جونی میشه یا خری مثل تو؟ فکر میکنم خردک باشه. خیلی خره. خب خانم داستان تا اینجا شنیدی؟ بعد؟ ولی خب ادامهش رو ببین. این خر بدبخت اقده رفت در داروخانه رفت شیر خوش خرید. اقده ویسا تو صف پوشک، اقده ویسا تو صف کونه، اقد کونه مدفوعی شوست که اصلا اونو نگم برات. خب سوام رفته. نگاه کن. چیا؟ سوام. ببین یه سمکار خوب سراغ دارم. خب برو پیشش، قشنگ برات پورتوپولیش میزنه، همش رو ردیف میکنه. پورتوپولیش؟ آره. خب قشنگ یورتمه میزنی دیگه، تون تون میدوی. این خره حاج خانم این خره انقدر بار کشید دیسک کمر گرفت، مهرش زد بیرون. خری چت شده؟ انقدر باجا کردم دیسک کمرم از ناحیه زیر دم زده بیرون. بمیرم من یه قرار نبود تو بری خوانندگی. رفتم 6-7 بار تست دادم خرابم کردن. گفتم برو به درد نمیخوری. فرسره یه ذره ار میکردی اونجا شاید برات میداشتن. خری یه دم برای من میای؟ بنای دونه خودم حاج خانم بله. داستان تا اینجا شنیدی؟ آره؟ بله شنیدم. فقط میدونی چرا اسمشو گذاشتم خریت هالک؟ چرا؟ ببین چون خریت کرد دیگه، اصلا ببین بعد از اولش هم اشتباه بود که با تو ازدواج کردم. واقعا خریت کردم. دقیقاً مثل این بود که این کمرش در رفت، من مغزم در رفت. در رفت. وقتی دادم داداشم کردن تو گونی اون وقت میفهمی. هار تو گونی جاش نمیشه. نه دقیقه دست نزنید. مهریم رو میذارم اجرا. آقا اگه حتی هارک هم باشین جلوی زن کم میارین. همین. بفرمایید. خب قبل از اینکه وارد بخش بعدی نصف شب بشیم دوباره یه سر بزنیم به گروه موسیقی خفنمون، گروه موسیقی خان با صدای ارسلان سالار خان. مرسی. موهاشو بازم شرابی کرد که منو خمارم بکنه. سر کوچه‌شون باباش میخواست منو لط و پارم بکنه. میدونه خودش خاطر خوشم، خدا کنه شوهرش بشم. لباس عروسنش کنم، سایه بالا سرش بشم. مونده رو دستم دل، من به تو بستم دل. یه روزی میرم در خونشون با گل و شیرینی. یه روزی میشم دوماده باباش، سب کنی میبینی. این کوچه رو چراغونی میکنم، عاقدو میارم. روی سرمون قن میسابن آبجیای یارم. دختر همسایه راه برو تو سایه. عروس للم بشی الهی ولی ندارم مایه. دختر همسایه راه برو تو سایه. عروس للم بشی الهی ولی ندارم مایه. علی صبوری
پی اون زیر چشی میپادم، از این کاراش خوشم میاد اونم منو میخوادم. همه محل اینو میدونن که به جونش بند جونم، پشت سرم حرف میزنن میگن که مجنونم. کفترم از دم همه پر پدا سر شریچی پاپر، که ای بسوزه به در عشق عاشقی دختر همسایه، راه برو تو سایه، عروس للم بشی الهی ولی ندارم مایه. دختر همسایه راه برو تو سایه، عروس للم بشی الهی ولی ندارم مایه. خب رسیدیم به یک بخش جذاب، اون قسمتی که قراره اون دو نفر منتخب از نگاه تماشاچیان داخل سالن رو معرفی کنیم. اون دو نفر راهی فینال برنامه میشن و با بقیه فینالیست های نصف شب یک رقابت جدید و جدی و بامزه رو آغاز میکنن. بریم سراغ تندیس نقره‌ایمون. کسی که از نگاه شما نفر دوم امشبه کسی نیست جز جناب آقای سرکار خانم یگانه رضاییان. مبارک باشه. مرسی، ممنون. واقعا باورم نمیشه، خیلی لطف داشتین به من. متشکرم. کسی که بزن اینو دوباره برم هیجانش بالا. جینگ. این تندیس طلایی واسه یکیه جناب آقای امیرحسین فرهاد. مبارک. اما اتفاق جالب اینه که امشب این تندیس قرار قسمت بشه، یعنی یکی دیگه اول شده و آرای برابر داشتن، دو تا دیگه دوم شدن و آرای برابر داشتن، یعنی 3 تا دوم داریم، 2 تا اول. کسی که این تندیس طلایی رو با امیرحسین فرهادی نصف میکنه و اولین نفر از نگاه شماست کسی نیست جز آقای ایلیا عابدینی. نصفشو بگیر با نصفش حال کن. نصف دستشو داد. دومین نفر دوم کسی نیست جز آقای خانوم پریسا رمضانی. سومین نفر دوم کسی که لایقش بود، خیلی بامزه بود، جناب آقای فردین رحیمی. خیلی زیاد دارم میام فینال دیگه، 5 نفر تو 8 نفر، عجیب غریبه. مبارکتون باشه. به من خیلی کنار همتون خوش گذشت. نصف شب تمام شد ولی بازم نصف شب دیگه داریم. شبتون خوش، خداحافظ.